بدشس. سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من محمد مهدی از کانال محمد اکسم هستم. امیدوارم این ویدیو برای شما کاربردی باشه و کانال من حتما سابسکرایب کنید که قرار ویدیوهای جدیدتر و آموزش‌های جدیدتر بذاریم و حتما به کانالمون سر بزنید. Oh my god! پیش‌نهادهای جدیدی که وارد بازار شدن، ما نمیتونیم به دیتا دسترسی پیدا کنیم و وقتی میزنیم از اون مجوز میخواد و نمیذاره مجوز پیدا کنیم. برای اینکه بتونیم مجوز بهش پیدا کنیم و بتونیم یه چیزی داخلش انتقال بدیم، یک گلیچ واسهتون آماده کردم که 100% روی همه گوشی‌ها جواب میده. خب اول اینکه مدیریت فایلتون رو باز میکنید، یعنی توی بخش این گوشه که بالاست، بعد میاید اندروید، بعد دیتا، بعد می‌نویسه نمایش در فایل ها میزنید و اینجا نوشته پنجره جدید و روی این 3 نقطه میزنید. بعد که پنجره جدید باز کردید 2 تا داریم و این روی این فشار میدین و این گزینه رو میزنید، بعد میزنید روی فایل های بعدی. خب الان شما میتونید یک GTA که میخواین یا بازی های دیگه که دیتا دارن که خودتون باید درستش کنید و میتونید انتقال بدین به اندروید دیتا. یعنی من مثلا یک GTA دارم که میخوام درستش کنم ولی فایل زدارشیف نمیتونه مجوز بده و اینجوری میتونم بازی ها رو بفرستم توی دیتا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد. میدونم که برای همه تون کاربردیه، چون که خیلی برای همه پیش اومده که میخوام بازی نصب کنن که دیتا داره ولی اما زدارشیف یا هر برنامه دیگه مجوز دیتا رو نمیتونه بده، گوشی نمیذاره مجوز بده. خداحافظ، با تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.